أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 73 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 74 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الرابع والسبعون. الدرس الرابع والسبعون یعنی درس 74. درس 74 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. پس صاحب کتاب میگوید که سکت یعنی سکوت کرد، خب کرد، سکوت کرد، دمش را گرفت، خب کرد. فعل مضارعش می شود یسکتو، سکوت میکند، خب میکند، دمش را میگیرد. سکوتون، سکوت کردن، خب کردن، این مصدر هست. پس سکت یسکتو، سکت یسکتو از 22 باب صرفی باب یکم هست. باب نصر ینصرو هست، باب ثلاثی مجرد. بعد از این صاحب کتاب میگوید مادام. مادام یعنی تا زمانی که، این مادام همون مادامه اخوات کانه هست. یکی از خواهرهای کانه که مادامه بود، با شرط عمل میکرد. شرطش همین بود که باید ما داشته باشد در اولش. این دامه فعل ماضی است، باید در اولش ما داشته باشد. این ما باید مای مصدریه و مای ظرفیه باشد. پس اینجا ده همون مای ظرفیه مصدریه هست. پس مادامه به تعویل مصدر تا زمانی که، مدت دوام یعنی تا زمانی که. بعد از این میگوید انصرفه. انصرفه یعنی رفت. انصرفه رفت. انصرفه فعل ماضی است، از 22 باب صرفی باب دهم هست. انصرف ینصرف انصراف به مثل انکسر ینکسر انکسار از باب دهم هست، باب ثلاث مزید. انصرف فعل ماضی است، فعل مضارعش ینصرف. انصرف رفت، ینصرف می رود. انصراف رفتن مصدر. بعد از این میگوید فی ساعت متأخرة من اللیل یعنی در لحظه دیر از شب. ساعت رو در اینجا لحظه یا وقت یا زمان ترجمه میکنیم. فی ساعت متأخرة من اللیل یعنی که در وقت دیر از شب یا در لحظه دیر از شب. متأخرة یعنی دیر. بعد از این میگه تلفنه. تلفنه یعنی تلفن کرد. تلفنه تلفن کرد. این تلفنه فعل ماضی است، از 22 باب صرفی این باب 19 است، باب دحرجه است، رباعی مجرد است. تلفنه یتلفن تلفنتن. تلفنه به مثل دحرجه، یتلفن به مثل یدرجو، تلفنتن به مثل دحرجتن، مصدرش تلفنتن می شود. پس تلفنه تلفن کرد، یتلفن تلفن میکند، تلفنتن تلفن کردن. بعد از این میگه طالما. طالما یعنی بارها ترجمه می شود یا چی بسیار. این طالما همون طول از دراز گرفته، طال یا طولو است، از همون گرفتگی است. اما در آخر این طاله فعل ماضی است. طاله یعنی مدتی یا دراز، طاله
یا طولو یعنی دراز شد، دراز می شود. در آخرش یک ما را همراه کردن، این ما را مای کافه میگن. در آخر این فعل ماضی پیوست شد و فعل ماضی را باز داشت. از چی باز داشت؟ از فاعل. طالما که بگیم پس طاله فعل ماضی است، فاعل دیگر ندارد. چرا ندارد؟ زیرا که در آخرش مایی کافه داخل شدگی است. این طور بعضی کلمه ها هست فعل ماضی هستند، در آخرشان ما داخل می شود، اون ما را مای کافه میگن. اون فعل ماضی را از فاعل باز می دارد، یعنی دیگر اون فعل ماضی دیگر فاعل طلب نمی کند. و مثل طالما یا قلما یا کثرما. دقت دادید؟ این طالما و قلما و کثرما اینها کلمه های هستند که دیگر فاعل ندارن، اصلا فعل ماضی است. طاله فعل ماضی است، کثره فعل ماضی است، قله فعل ماضی است، اما ما کافر را در آخرش پیوست کردیم، این را باز داشت از قبول کردن فاعل. پس طالما میشود بارها ترجمهش کنیم یا چی بسیار ترجمهش کنیم یا طولانی ترجمهش کنیم. همین طور ترجمه قطعی موافقت میکند. بعد از این میگوید غره. غره به معنای فریب داد. غره فریب داد. فعل مضارعش یغر، فریب میدهد. مصدرش غرون، فریب دادن. غرون فریب دادن. پس غر یغر از 22 باب صرفی از باب نصر ینصر است و مضاعف است، به مثل مد یمد است. غر یغر، مد یمد از باب نصر ینصر، از یکم باب ثلاثی مجرد هست. بعد از این میگوید شیوعیتون. شیوعیتون یعنی کمونیستی، بدینی. شیوعیه بدینی و کمونیستی. بعد از این میگوید انکشفه. انکشفه یعنی که آشکار شد. انکشفه آشکار شد. انکشفه از 22 باب صرفی از باب دهم است. انکشفه ینکشف و انکشاف و مثل انکسر ینکسر و انکسار. انکشفه آشکار شد، ینکشف آشکار می شود، انکشاف آشکار شدن. از باب دهم، از باب ثلاثی مزید است. بعد از این میگوید اسوأ. اسوأ یعنی بدتر. اسوأ اسم تفضیل از سیء هست، یعنی بدتر. اسوأ بدتر. بعد از این میگوید نظامون. نظامون نظام، سیستم، رویش. نظام، سیستم یا رویش. جمعش میشود انظمتون، یعنی سیستم ها، نظام ها. باز جمع دیگر دارد نظمون، همچنین سیستم ها. انظمتون، نظمون، هر دین ها جمع هستند. اما فرق است بین این جمع ها. انظمه را جمع قلت میگویند. انظمه این جمع قلت است. نظمون این جمع کثرت است. هر دوش جمع است، اما انظمه بر وزن افعله جمع قلت است. نظمون این جمع کثرت است. جمع قلت معناش از 3 تا 10 را. هر چیزی را که ما از 3 تا 10 را داشته باشیم او را به جمع قلت میگوییم. اما جمع کثرت بعضی میگن از 11 تا میلیون و میلیارد یا تا آخره. بعضی میگن از 3 تا میلیون و میلیارد تا جمع کثرت استفاده بردن می شود. خلاصه که انظمه جمع قلت است، نظم جمع کثرت. بعد از این میگوید اما هر دین ها جمع تکثیر هستند. جمع تکثیر، اما فقط با جمع تکثیر در نوبت خود تقسیمات دارد. جمع قلت و جمع کثرت و پس این جمع قلت است. بعد از این میگوید اخترع. اخترع یعنی اختراع کرد، ساخت، به وجود آورد. اخترع اختراع کرد، ساخت، به وجود آورد. اخترع از 22 باب صرفی از باب 11 است. از باب اجتماع یجتمع و اجتماع هست، از باب ثلاثی مزید هست. اخترع یخترع اختراع. اخترع به وجود آورد یا ساخت، یخترع به وجود می آورد، می سازد. اختراع به وجود آوردن، ساختن.
بعد از این میگه هوان. هوان یعنی که خواهشات نفسانی، هوا و هوس میگوییم که همون است. هوان هوا و هوس یا خواهشات نفسانی. اهواء. اهواء یعنی خواهش های نفسانی یا هوا و هوس ها. بعد از این میگه بشریون. بشری نه که بشری، انسانی. بشریون بشری، انسانی. احسنو اسم تفضیل است. احسنو اسم تفضیل، نیکوتر، زیباتر، خوبتر. بعد از این میگه نازیتون. نازیتون یعنی ملتچی. نازیتون ملتچی، انسان ملتچی. بعد از این میگه فاشیتون. فاشیتون یعنی فاشیزم. فاشیتون فاشیزم. بعد از این میگه اصلاحون. اصلاحون یعنی اصلاح کردن، حال مردم خوب گرداندن، مردم به حق نزدیک کردن. اصلاح الناس مثلا، مردم را حالشان خوب کردن. اصلاح هم به معنای صلح انداختن می شود. اصلح یصلح اصلاح این مصدر هست، به معنای صلح انداختن هم می شود. اصلح الرجل، اصلح القوم مثلا، صلح کردن قوم، بایشون جنگ بود صلح کردن. یا اصلاح اصلح الرجل این اصلاح شد مرد، از راههای بد بازگشت اصلاح شد. پس این اصلاح میشد به معنای اصلاح کردن بگیریم، به معنای به حق نزدیک شدن، میشد به معنای جنگ و جدال باشد، در بینشون صلح انداختن. اما اینجا به معنای به حق نزدیک شدن هست، خوب کردن حال هست. بعد از این میگوید خالفه. خالفه یعنی مخالفت کرد. خالفه مخالفت کرد، ضدیت کرد. این خالفه فعل ماضی است، از 22 باب صرفی از باب نهم هست. خالفه به مثل قاتل یقاتل مقاتلتن. پس خالفه یخالف مخالفتن مصدرش است. خالفه یعنی خلاف کرد، یخالف خلاف میکند، مخالفتن خلاف کردن. بعد از این میگوید تصرفون. تصرفون تصرف کردن یا تصرف به اون رویش میشود. تصرفون رویش. جمعش جمع معنی سالم میشده است تصرفاتون یعنی رویش ها. تصرفاتون یعنی رویش ها. بعد از این میگوید ندم علی. ندم یعنی پشیمان شد. این علا برای تعدیه می آید. ندم فعل لازم است، با این علا متعدیش میکنن. ندم یعنی پشیمان شد. ندم پشیمان شد. فعل مضارعش یندمو پشیمان می شود. یندمو پشیمان می شود. مصدرش می شود ندمون پشیمان شدن. ندمون پشیمان شدن. پس ندم یندمو از 22 باب صرفی از باب 4 هست، از باب علم یعلمو است. از 22 باب صرفی باب 4 هست، باب علم یعلمو. ندم یندمو. بعد از این میگوید وبالون. وبالون یعنی عاقبت بد یا نتیجه بد یا پایان غمانگیز. هر کاری را که میگوی وبال است یعنی که پایان اون کار، آخری اون کار غمانگیز است. وبالون پس این طور ترجمه ها دارد، نتیجه بد یا پایان غمانگیز. بعد از این میگوید فی آخر الامر، در آخری کار. در آخری کار. بعد از این میگوید رئیسون. رئیسون رئیس، پیشوا یا رئیس به معنای بنیادگذار. رئیس به معنای بنیادگذار هم می شود یا کلان همون قوم. جمعش می شود رؤساء، رئیس ها، بنیادگذارها، کلان های قوم. بعد از این میگوید کفرون. کفر یعنی کفر. کفر، کفرون یعنی کفر، یعنی کسی که یک کار را انجام میدهد که خلاف شریعت است، ضد شریعت است یا ضد اسلام رو میگویند کفر. هر دینی ده باشد، هر عملی که ضد اسلام باشد. بعد از این میگوید ذم. ذم یعنی مذمت کرد.
ذم مذمت کرد. مذمت یعنی بدگویی کرد. ذم بدگویی کرد. فعل مضارعش می شود یذم، بدگویی میکند، مذمت میکند. مصدرش می شود ذم، بدگویی کردن، مذمت کردن. پس ذم یذم از 22 باب صرفی خواندمان از باب نصر ینصر است، مضاعف است به مثل مد یمدو است. ذم به مثل مد، یذم به مثل یمدو، از باب نصر ینصر است اما مضاعف هست. بعد از این میگوید سابقون. سابقون یعنی گذشتگی. سابق یعنی گذشته. لاحقون، لاحق یعنی آینده، یعنی بعد می آمدگی. سابقون یعنی گذشتگی ها. لاحقون بعد می آمدگی ها، بعدینه ها. بعد از این میگوید قلبه. قلبه میشد به معنای چپه کرد. قلبه چپه کرد، یا قلبه به معنای تغییر داد. قلبه به معنای تغییر داد. فعل مضارع میشود یقلبو، چپه میکند یا تغییر میدهد. قلبون تغییر دادن یا چپه کردن. پس قلب یقلبو از 22 باب صرفی از باب دویم هست، از باب ثلاثی مجرد است، از باب ضرب یضربو است. قلب به مثل ضرب، یقلبو به مثل یضربو، از باب دویم هست. بعد از این میگه رأسا علی عقب، یعنی سرش به پشت. عقب یعنی پشت. رأسا علی عقب یعنی سرش به پشت، یعنی بالایش را به پایان کرد، یعنی چپگردانش کرد. با تاجیکی میگیم رأسا علی عقب، با تاجیکی میشه که چپگردانش کرد. بعد از این میگه که مستعربون. مستعربون عرب شدگی آدم، آدمی که عرب شده است. مستعربون جمعش جمع مذکر سالم، عرب شدگی ها. مستعربون عرب شده ها. بعد از این میگوید تاریخون. تاریخون تاریخ. تاریخ هم بگه میشود، تاریخون هم بگه میشود، هر دوش ممکن است. به همزه یا به الف، هر دوش ممکن است. تاریخون یعنی تاریخ، یا تاریخون تاریخ ها. تاریخ جمعش میشود تواریخو، صیغه منتهی الجموع، آخرش تنوین قبول نمی کند. تواریخو یعنی تاریخ ها. تواریخو تاریخ ها. بعد از این میگه بلدانون. بلدان یعنی شهرها. بلدانون شهرها. بعد از این میگه جغرافیا. جغرافیا جغرافیا. بعدش میگه کافرون. کافر یعنی کافر، کسی در غیر دین اسلام هست. جمعش میشود کفارون، یعنی کافرها. کفارون یعنی کافرها. بعد از این میگه کان قد ذهب. کان قد ذهب یعنی رفت. کان را دیگه ترجمه نمیکنیم، قد ترجمه نمیکنیم، اینها زایده هستن، پس میگیم کان قد ذهب، رفت. یا میشه بگیم واقعا رفت، برای تأکید است. کان قد ذهب یعنی حقیقتا رفت، واقعا رفت. بعدش میگه یکون قد ذهب. یکون قد ذهب واقعا میرود، در حقیقتا میرود. اینجا در همچنین یکون را ترجمه نمیکنیم، برای تاکید است. فقط فعل مضارع را میرود گفته، این فعل ذهب را به زمان مضارع میگیریم، ایکونو زمانش را میگیریم. به همین طریق ترجمه میکنیم که میرود. بعد از این میگه لیس احد منهم الا و یعرفو، یعنی که نیست کسی از اونها مگر اینکه میداند. لیس احد منهم الا و یعرفو، نیست کسی از ویها مگر اینکه میداند. بعدش میگوید لیس احد من بلدان العالم الا و فیه المسلمون، یعنی نیست یگان شهر، لیس احد نیست یگان تای من بلدان العالمی از شهرهای از دولتهای عالم، الا و فیه المسلمون مگر اینکه در اون مسلمان ها موجود هستند، مگر اینکه در اون مسلمان ها هستند. لیس احد من بلدان العالمی الا و فیه المسلمون، نیست یگان تای از شهرهای دنیا،
از دولت‌های دنیا، از دولت‌های عالم، از دولت‌های جهان، الا و فیه المسلمون، مگر اینکه در همون دولت‌های عالم مسلمان ها هست. این یگان دولتی بدون مسلمان وجود ندارد. مسلمانش کم هم که باشد در اون دولت ها مسلمان وجود دارد. پس این هست کلمه های نوی درس 74. با همین کلمه های نوی درس 74 به پایان رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 74. صاحب کتاب میگوید یجب علی ان اسکت ما دام هو هنا و اذا انصرف اخبرتک بالحقیقت تفصیلا. میگد واجب است برایم سکوت کنم. ان اسکت، این که سکوت کنم، به تعویل مصدر سکوت کردنم. ما دام هو هنا، تا زمانی که وی اینجاست. و اذا انصرف، و هرگاهی که رفت، اخبرتک بالحقیقت تفصیلا، خبر میتیم تو را به حقیقت با تفصیل. اخبرتک، خبر میتیم تو را، بالحقیقت یعنی با حقیقت، تفصیلا با تفصیل، با توضیح و با بیان. یجبو گفته بودیم که وجب یوجبو بود و حذف شد به قاعده هایی که درسای گذشته بیانش کرده بودیم، در صرف هم گرفته بودیم. یجب علی ان اسکت، مادامه از اخوات کانه هست، تا زمانی که مدتی دوامی هو هنا، مدتی دوامی که او اینجا هست. هو اسم مادامه، هنا ظرف خبری مادامه می شود. این از اخوات کانه هست، اسم خبر می گیرد. اسمش در حالت رفع، هو خبرش در حالت نصب. این ظرف متعلق به کائن، خبری مادامه. یجب علی ان اسکت مادامه هو هنا و اذا انصرف اخبرتک بالحقیقت تفصیلا. واجب است برایم سکوت کردنم تا زمانی که وی اینجاست و هرگاهی که رفت خبر میتیم تو را با حقیقت، با تفصیل. بعد از این میگوید این وصلت الى المدینه فی ساعت متأخرة من اللیل فلا تتلفن لی فإنی بعد العاشرة اکون قد نمت. میگوید این وصلت الى المدینه، اگر که رسیدی در شهر، الی یعنی فی المدینه، اگر که رسیدی در شهر، فی ساعت متأخرة من اللیل، در لحظه دیر از شب، یعنی شب دیر در شهر رسیدی، فلا تتلفن لی، پس تلفن نکن برای من. فلا تتلفن یعنی زنگ نزن برای من، تلفن نکن برای من. فإنی بعد العاشرة، پس هر آینه من بعد ساعت 10، بعد العاشرة یعنی بعد ساعت 10، اکون قد نمت یعنی خواب هستم. این اکون رو همچنین ترجمه نمی کنیم، زیرا که زایده است، فقط برای توکید است. یعنی واقعا خواب هستم، حقیقتا خواب هستم. اکون قد نمت یعنی خواب هستم ترجمهش میکنیم. این کلمه رو همشه یک جا، اکون قد نمت. اینی شرطیه است. وصلت فعل شرط است، فلا تتلفن جواب شرط است. فا فای رابطه جواب شرط، دقت دادید؟ این جواب شرط است. این وصلت الى المدینه این وصلت الى المدینه فی ساعت متأخرة من اللیل، تا اینجا فعل شرط است. یعنی اگر رسیدی در شهر در لحظه و در زمان دیر از شب. خب اگر رسیدی فعل شرط، جواب شرط چی؟ فلا تتلفن لی، جوابش همین است که پس تلفن نکن برای من، دیر شب مده تلفن نکن. فإنی بعد العاشرة اکون قد نمت، پس هر آینه من بعد ساعت 10 خواب می باشم. بعدش میگه لما وصلت الى المسجد کان الناس قد صلوا الجمعه و خرجوا منه. میگه لما یعنی زمانی که، وقتی که، وصلت الى المسجد رسیدم به مسجد، یا الی اینجا به معنی اینده است، ایند المسجدی، رسیدم در نزد مسجد. کان الناس قد صلوا الجمعه، بودن مردم خوانده بودن نماز جمعه را. و خرجوا منه و برآمدن از مسجد. منه از و یعنی که از مسجد. لما وصلت
الى المسجد کان الناس قد صلوا. صلوا، این واوی که میبینید این واوی ضمیر جمع مذکر است. این واو را ما ضمه دادیم، این واو را ما ضمه دادیم به سبب التقاء ساکینن. قد صلوا الجمعه، قد صلوا الجمعه، این واو ضمه گرفت. این واو اصلا باید ساکین باشد زیرا که واو ضمیر جمع مذکر هست. اصل کلمه اینجا ده صلیو بود، صلیو، و مثل فرحو حربی ضمه دارد. صلیو اون یا همون حی که در فرحو است همون است. اما صلیو بود یا ده حرکت وزمین بود، یا را حرکت چه گرفتیم، یا میتونیم بگیم یا متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم شد صلاو، بسبب التقاء ساکینن و الف حذف کردیم شد صلو. صلو فعل ماضی است، یعنی گذاشتن ویها مردها در زمان گذشته. اما وقتی که پیوست میکنیم میگیم صلول و ضمه میتیم برای التقاء ساکینین. صلوا الجمعه و خرجوا منه، یعنی گذاشتن نماز جمعه رو و بر آمدن از مسجد. بعدش میگوید تلفنت له مرارا ولکنی لم القه فی البیت. تلفنت له مرارا یعنی تلفن کردم برای وی چند بار، مرارا یعنی تکرارا چند بار. ولکنی لم القه فی البیت، ولیکن من لم القه یعنی پیدا نکردم وی را، القه پیدا نکردم وی را، فی البیت در خانه. لم القه پیدا نکردم وی را، فی البیت در خانه. تلفنتو له مرارا تلفن کردم برای وی چند بار، ولکنی لم القه فی البیت، ولیکن من پیدا نکردم وی را در خانه. بعد از این میگوید طالما غرت الشیوعیة الناس والآن قد انکشف للناس حقیقتها السوداء. طالما یعنی چی بسیاره، چقدر بسیاره، طولانیه، چی زمان طولانیه. غرت الشیوعیة یعنی که فریب داد بدینی، شیوعی بدینی، کمونیستی، الناس مردم را، فریب داد کمونیستی مردم را. والآن و حال حاضر باشد قد انکشف للناس حقیقتها السوداء، واقعا انکشفن آشکار شدگی است برای مردم حقیقتها السوداء، حقیقت سیاهش، حقیقتی کمونیستی، حقیقت سیاهی کمونیستی، حقیقت بدی کمونیستی برای مردم آشکار شد. یعنی که این کتاب را سالهای 90 یا 1990 همون سالها نوشتگی که هست برای همون خاطر میگوید انکشفه، یعنی دیگر شیوعی و کمونیستی آشکار شد، مردم دانستند. چندین سالا مردم این کمونیستا فریب دادند. صاحب کتاب میگه طالما غرت الشیوعیة الناس والآن قد انکشف للناس حقیقتها السوداء. چی بسیار فریب داد کمونیستی مردم را و حال حاضر باشد واقعا آشکار شد برای مردم حقیقتی سیاهی کمونیستی. حقیقتهایی ها برمیگه به شیوعیه، حقیقتی کمونیستی از سودا سیاه، یعنی حقیقتی که سیاه هست، حقیقتی بدی کمونیستا. بعد از این میگوید که الشیوعیه اسوأ نظام اخترعه الهوى البشری وليست احسن حالا من النازیه والفاشیه. یعنی که الشیوعیه یعنی کمونیستی بدینی اسوأ نظام بدترین نظام است، بدترین سیستم است. اخترعه الهوى البشری اختراع کرده است وی را، به وجود آورده است، ساخته است وی را. هوى البشری یعنی خواسته های هوا و هوس بشریت، هوا و هوس انسانیت، این شیوعی را، این نظام را خواسته است. اخترعه
ای هو به نظام برمیگردد. یعنی همین سیستم را ساختگی است. کی ساخت؟ زیرا که اگر به شیوعیه برمیگرد باید اخترعها بگیم، زیرا که شیوعیه مؤنث است. اما این اخترعه ضمیر مذکر که است به نظام برمیگردد، یعنی ساخته است، به وجود آورده است همین نظام را، الهوى البشری، خواهشات نفسانی انسانیت، ولیست احسن حالا، و نیست نیکوتر حالش من النازیه و الفاشیه، از ملتچی و از فاشیزم ده. یعنی که شیوعی کمونیستی بدینی حالش به مثل حالت ملتچگی بودن و به مثل فاشیزم بودن بد است، همش بد هستند اینها. الشیوعیه اسوأ نظام اخترعه الهوى البشری ولیست احسن حالا من النازیه و الفاشیه. یعنی کمونیستی بدینی بدترین سیستمی هست که به وجود آورده است همون سیستم را خواهشات نفسانی انسانیت، و نیست نیکوتر حالش از ملتچی و از فاشیزم ده. بعد از این میگوید الاسلام هو نظام الله لاصلاح البشر و کل نظام یخالفه فهو نظام الشیطانی. یعنی که اسلام اون نظام الله هست، سیستم ساختگی الله سبحانه و تعالی هست. لاصلاح البشری برای چی هست؟ برای لام بیانیه، برای اصلاح کردن بشریت است. یعنی بشریت را، انسانیت را اصلاح میکند، به حق نزدیک میکند. و کل نظام، و هر نظامی که، هر سیستمی که یخالفه مخالفت میکند به نظام الله، به سیستم الله، به راه اختیار کرده الله، یعنی به اسلام، فهو نظام شیطانی، پس اون راه مخالفی نظام الله اون نظام شیطان است، سیستم شیطان است. چه دموکراتی است چه، اما این نظامای شیطانی هستند. نظام الله فقط شریعت اسلام شریعت است و اسلامی مقدس غرا است که نظام الله است، برای اصلاح بشریت است. الاسلام هو نظام الله لاصلاح البشر و کل نظام یخالفه فهو نظام الشیطانی. یعنی که اسلام اون سیستم الله هست، نظام الله هست. لاصلاح البشر، الله اون سیستم را برای چی فرود آورد؟ لاصلاح البشر، برای اصلاح کردن انسانیت. و کل نظام یخالفه، هر سیستمی که مخالفتی نظام الله را دارد، فهو نظام الشیطان، پس اون نظام شیطان هست، پس اون سیستم شیطان هست. بعد از این میگوید لیس شیء من اعمال الكفار و تصرفاتهم الا ندموا علیها و کانت وبالا علیهم فی آخر الامر. میگوید لیس شیء من اعمال الكفار، یعنی نیست چیزی از کارهای کافرها، و تصرفاتهم و رویش کافرها، الا ندموا علیها، مگر اینکه پشیمان شدن، ندامت و پشیمانی کردن کافرها علیها، برای همون کارهاشون و برای همون رویشهاشون. و کانت وبالا علیهم فی آخر الامر، و بود چی بود؟ همین کار کافرها و رویش کافرها، وبالا یعنی که پایان غمانگیز داشت یا نتیجه بدی داشت، علیهم بر ضد خودی همون کافرها، فی آخر الامر در آخری کار، در آخر کار به خودی همون کافرها پایان غمانگیز بود. لیس شیء من اعمال الكفار و تصرفاتهم الا ندموا علیها و کانت وبالا علیهم فی آخر الامر. نیست چیزی از کارهای کافرها و رویش کافرها مگر اینکه پشیمان شدن کافرها برای همون رویش و برای کارهایشان، و بود کارها و رویش کافرها پایان غمانگیز داشت برایشان در آخری کار، در آخری کار. بعدش میگه ولیس احد من رؤساء الكفر
الا ذم اللاحق منهم السابقه و قلبه رأسا على عقب. میگوید ولیس احد من رؤساء الکفر، و نیست کسی از پیشوایان کفر، از رئیسای کفر، الا ذم اللاحق منهم السابقه، مگر اینکه مذمت کردگی از بدگویی کردگی از بعد آمدگی هاشون. اللاحق یعنی بعد آمدگی ها، منهم از خود همون کافرها، از سابقه گذشتگی هاشون رو، یعنی کافرهای بعدی کافرهای پیشینه را مذمت و بدگویی میکنن. و قلبه رأسا علی عقب، و چپه کردگی از وی را سرش را به پشت، یعنی چپگردان کردگی است. دقت دادید؟ چپگردان کرد. و قلبه رأسا علی عقب یعنی تاجیکتی میشه ترجمه کنیم که و چپگردانش کردگی است. وليس احد من رؤساء الكفر الا ذم اللاحق منهم السابقه و قلبه رأسا على عقب، یعنی و نیست کسی از رئیسان کفر، از پیشوایان و از بزرگان کفر، الا ذم اللاحق منهم السابقه، مگر اینکه بدگویی کردگی هستند بعدینه های از اونها پیشینه هایشان را. و قلبه رأسا علی عقب، و چپگردان کردگی هست. بعد از این میگوید من هو المستعرب، کیست وی مستعرب؟ مستعرب کی است؟ کی را مستعرب بگوییم؟ مستعرب عرب شدگی. کی را عرب شده میگوییم؟ میگه المستعرب هو الذي يدرس اللغة العربية و يدرس التاريخ و جغرافیا البلدان العربية. میگه مستعرب هو الذي، اون کسی هست که یدرس اللغة العربیه، تعلیم میگیرد زبان عربی را، درس میخواند زبان عربی را. و یدرس تاریخ، و درس میخواند تاریخ را، و جغرافیا، و جغرافیای شهرهای عربی را. پس همین کس را کی میگفتن؟ مستعرب. مستعرب کسی بوده است که زبان عربی را تعلیم میگیرد، تاریخ و جغرافیایی شهرهای عرب را تعلیم میگیرد. همین را میگفتن مستعرب، یعنی عرب شده. یا مستعرب خلاصش کسی که زبان عربی را از خود میکند و عربی دان میشود، عربی را یاد میگیرد، او را میگوین مستعرب. من هو المستعرب؟ مستعرب کیست؟ المستعرب هو الذي يدرس اللغة العربية و يدرس التاريخ و جغرافیا البلدان العربية. یعنی که کیست اون مستعرب؟ مستعرب اون کسی است که تعلیم میگیرد، میخواند زبان عربی را و میخواند تاریخ و جغرافیای دولت‌های عربی را. پس این هست درس 74. حوار درس 74. با همین حوار درس 74 به آخر رسید و در اینجا این درس را به پایان میرسانم. تا درس آینده، تا درس 75 یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.